سلام، به جهان فلسفه خوش اومدید. همینطور که توی ویدیوهای قبلی گفتیم، از آغاز پیدایش انسان مردم همیشه دنبال یه سری از سوالای بنیادین بودن، ولی جوامع نخستین این جوابا رو توی دین پیدا کردن. هرچی رفتن جلو، تغییرات و اون به قول گفتن اون تکامل انسان که پیش اومد، یک سری افراد بودن که خارج از چارچوب‌های دوران خودشون فکر کردن. اونها اومدن گفتن شاید این چیزهایی که ما بهش فکر میکنیم بیشتر باشه، شاید ربط به دین و اساطیر نداشته باشه. اصلا باید ببینیم قضیه چیه، اولش چی بوده، جهان هستی از چی به وجود اومده. و حالا است که با هم دیگه وقتی اون مقدمات رو توی ویدیو قبلی گفتم، میخوایم بپردازیم به تاریخ فلسفه و دونه دونه از جهان باستان شروع کنیم تا ویدیوهای آخر که برسیم به دنیای معاصر. اولین فیلسوفی که باهاش سر و کار داریم تالس میلتوسی، شروع کننده اصولی فلسفه. چیزی که امروز توی این ویدیو باهاش سر و کار داریم قرن 6 الی 8 قبل از میلاده، ولی فقط نه یونان. از تالس که بخوایم بگیم به قول گفتنی توی ترکیه امروزی زندگی میکرده تا آخر ویدیو که میرسیم به سیزارتا گواتما یا همون بودا توی هند. ببین توی قرن 6 قبل از میلاد در شبه جزیره یونان مردم یک نظام الفبایی راه انداختن و به مرور این نظام الفبایی و تغییر سبک فکرشون باعث شد یک چیزی اتفاق بیفته که امروز بهش میگیم فلسفه غرب. حالا فرقش با حکمت یا همون فلسفه شرق و چیزهای دیگه چیه رو به مرور بهتون میگم. همینجور که توی مقدمه‌ام بهتون گفتم، قبل از این مردم همیشه سوالای بنیادینشون رو ربط می‌دادن به اساطیر و اون غضب خدایان و این چیزها و به طور کلی دین و اسطوره شناسی در رأس همه چیز بود. ولی به مرور زمان اون نظام الفبایی و اون عقل که حاکم شد، یک سری افراد بودن که دنبال جوابشون با منطق و برهانهای عقلی بودن و این آغازگر سبک زندگی جدیدی برای اهل تفکر بود. افرادی که بعداً بهشون گفتن فیلسوف. و شروع کننده کی بود؟ تالس بود. تالس فردی که در میلتوس زندگی میکرد، به همین خاطر بهش گفتن تالس میلتوسی. میدونیم که تالس یک نابغه توی ستاره شناسی و هندسه بود، به حدی که کسوف 585 سال قبل از میلاد رو اون پیش بینی کرده بود و دقیقاً درست از آب در اومد. و اون به خاطر این چرخشی که در زمان و فصل‌ها اینا بود، گفت این اتفاقا نمیتونه صرف یک چیز دینی و حالا اساطیری باشه، یک چیزی که عقل پشتشه، منطق پشتشه. و این تفکر باعث شد که بخواد ببینه همه چیز از چی به وجود اومده. تالس سوال اصلیش این بود: جهان هستی، خلقت ما از چی به وجود اومد؟ و به یک جواب رسید. جواب تالس این بود که میگفت همه هستی از آب به وجود اومده. بله، هستی از آب. تالس به یگانه انگاری اعتقاد داشت. میگفت همه چیز از یک جوهره بنیادین به وجود اومده و هرچی نگاه به اطرافش میکرد، سلسله مراتب رو که دنبال میکرد، به یک چیز میرسید، به آب بود. آب بود که به همه شکل‌های مختلف بود. به شکل مایع بود، در شکل جامدش مثل یخ بود و به شکل گاز بود توی بخارات. و توی ذهن تالس این مرور میشد که شاید ما هم یکی از مراحل تغییر شکل آب باشیم، یا حتی اگر هم نباشیم یکی از تغییر در نتیجه یکی از تغییرات اون به وجود اومدیم. ولی یکی از دلایل اصلی که تالس این حرف زد چی بود؟ میگفت ماده اصلی تشکیل دهنده عالم، حیات، باید چیزی باشه که ما برای ادامه زندگی بهش نیاز داریم و جدا از اون خودش آفریننده باشه، خودش به وجود بیاره و از چیزی هم به وجود نیاد.
و تنها چیزی که در نظرش رسید آب بود. البته پیروانش این رو قبول داشتن، ولی بعدها یک سری افراد دیگه هم بودند که توی همین ویدیو بهشون میپردازیم و میگن آب نبود، چیز دیگری شروع کننده بود. یکی از دلایل دیگه‌ای که تالس به این اعتقاد رسیده بود این بود که وقتی توی اون منطقه که زندگی میکرد همه جاش آب بود اطرافش و میرفت نزدیک ساحل، میدید که خب خشکی در کنار دریا به پایان میرسه از هر سمت که حرکت بکنی. و توی نظرش این بود خب پس زمین هم بر روی آب تشکیل شده و بعضا از خود آبه. این یکی از چیزهایی بود که به برهان تالس قدرت داد. دلیل اهمیت تالس در تاریخ فلسفه صرف این حرفی که زد نیست. یکی از دلایل اهمیت تالس برای ماهایی که علاقه به فلسفه داریم و حالا از افرادی از من بالاتر اینه که تالس شروع کننده بود. تالس کسی بود که اولین قدم رو برای عقلانی عمل کردن و تصمیم گرفتن برداشت. تالس اون سنگ بنای اول رو گذاشت و بعد از اون تا همین حالا فیلسوفان دارن ادامه راه اون رو میرن. پس اولین فیلسوف جهان تالس. حالا که از وضعیت غرب آشنا شدیم توی اون دوران، همون زمان یعنی قرن ششم قبل از میلاد مسیح میان سمت شرق، میریم چین. همزمان با فروپاشی سلسله ژو توی چین یک طبقه‌ای به وجود اومدن که میخواستن اون جنگ داخلی از بین بره و یک روش نوین برای داشتن کشوری امن و حکمرانی بهتر به وجود بیاد، که این خودش شروع تفکری متفاوت بود که به مرور زمان اون فلسفه رو به وجود آورد. این تفکرات بدنه یک سری اصول خاص کنترل اجتماعی و راهبردها رو به وجود آورد که به 100 مکتب معروف شد. 100 مکتب فکری مختلف رو به وجود آورد که حالا همونها شدن راهبرد اصلی برای فلسفیدن. اونها همزمان با فیلسوفای یونانی شروع کردن به این تصور و این خودش علاوه بر هم دوره بودن هم تفکر بودنشون رو هم به وجود آورده بود. اونها مثل یونانی‌ها دنبال ثبات بودن، دنبال پیدا کردن وجود بودن، ولی یک تفاوت داشتن. فلسفه چین از دل سیاست و وجود اومد، به دنبال یک راهبرد اجتماعی بود بیشتر تا بتونه اون جامعه و تمام گروه هدف رو موفق کنه، چیزی که ما توی یونان ندیدیم. یونان صرف این بود که میگفت من به جواب هام برسم، ولی توی چین میگفت ما به جواب هایی برسیم تا بتونیم جامعه‌مون رو بهتر کنیم. این تفاوت شرق و غرب در شروع فلسفه است و همون زمان بود که اولین فیلسوف شرق یعنی لاوتزو شروع کرد به کار. لاوتزو اومد یک سری اصول رو راه انداخت که بهش میگن دائو ده جینگ، راه سعادت، راه موفقیت، که در این اصول راه‌های رسیدن به موفقیت اجتماعی و سعادت و دستیابی به اون رو نشون میداد. یک جورایی میشه گفت راهنما بود. حالا اگه بخوایم دقیق این رو متوجه بشیم باید این رو هم در نظر بگیریم. چینی‌های باستان و به طور کلی مردم مشرق زمین اعتقادشون بر این بود که جهان مداوما در حال تغییره. تمام جهان در حال تغییره و از یک شکل به یک شکل دیگه، از یک اثر به اثر دیگه مدام تغییر اتفاق میفته و این تغییراته که همه چیز رو به وجود آورده. پس اون اصولی هم که لاوتزو در دائو ده جینگ بیان کرد بر پایه این تغییرات بود. لاوتزو میگه تغییر عضوی از دائو، از راهه و از هر 10 دائو هزاران دائوی دیگه به وجود میاد و انسان هم جزئی از اون 10,000 دائو، 10,000 راهه و ما تغییر یافته و در حال تغییری در مسیر هستیم. خیلی شبیه به همون حرفی که ما
توی بخش قبل گفتیم تالس گفت چی؟ گفت ما یک شکلی از تغییرات آب هستیم، در یکی از مراحلشیم. داو جینگ یعنی اصول هایی که لاوتزو بیان کرد هم بر پایه همین چیز هاست. گفتیم فیلسوف های باستان نظراتشون خیلی شباهت داشت به هم. حالا تازه این دو نفر کلی فاصله حالا جغرافیایی با هم داشتن. این رو در نظر بگیر. حالا بعدها ما فیثاغورس رو داریم که توی همون جغرافیایی با یک کم تغییرات نسبت به تالس زندگی میکرده، حکم شاگردیشو داشته و نظراتشون خیلی با هم شبیه تر. به خاطر همینه ما اگر فیلسوف های باستان رو یاد بگیریم تا معاصر به راحتی میان بالا. لاوتزو اولین کسی بود که برای انسان اون ارزش خاص رو بیان کرد. اومد گفت چی؟ گفت انسان هیچ ارزش خاصی نسبت به دیگران نداره، نسبت به دیگر دعاها نداره تا زمانی که ببین خب ما تا یک جایی با همه دعا، با همه چیزهایی که در راه هستن، راه سعادت هستن، با هم برابریم، مگر زمانی که ما از میل و اختیار استفاده کنیم که از راه و دعا خارج بشیم و بخوام دعای خودمون رو به وجود بیاریم. اون زمانه که انسان ارزشش نسبت به دیگران تغییر میکنه. یکم شباهت داره به مکتب‌های فلسفی که بعداً در بخش معاصر بیشتر بهشون میپردازیم. ولی چیزی که حالا چینی‌های اون زمان به خصوص لاوتزو بهش اعتقاد داشت این بود که اگر ما بخوایم به اون فضیلت، به اون راه سعادت برسیم، باید بر اساس داو دجینگ، در اساس اون راه بریم و انسانی که از میل و اختیارش استفاده کنه اون فضیلت پایه رو از دست میده و شاید به یک فضیلتی که در نظر خودش هست برسه، اما فضیلت پایه رو کامل از دست داده. لاوتزو میگه چی؟ میگه تنها راهی که ما انسان‌ها از دعا پیروی بتونیم بکنیم و اون میل و اختیارمون رو بذاریم کنار بی‌عملیه. بی‌عملی یعنی نه اینکه ما یک جا ساکن بشیم هیچ کاری انجام ندیم، نه، مسیری که جلوت قرار گرفته رو فقط صاف برو. بهت میگن کاری انجام بده، همون کار انجام بده، هیچ اختیاری از خودت نداشته باش تا برسی به اون فضیلت پایه. فقط بیشترش رو میخوای سنت چکنی باید بکنی، از دعا خارج بشی. ببین انگار داره میگه که ما انسانیم، فضیلت پایه رو از دست میدیم ولی خیلی چیزهای دیگه شاید به دست بیاد، شاید هم از دست نیاد البته، اما به اون اختیار انسان برای اولین بار اینجا اشاره شد. پس بخوام یه جمع‌بندی کنیم، میبینیم که اولین فیلسوف کی بود؟ تالس میلتوسی. اومد به جوهر هستی توجه کرد و گفت جوهر هستی آبه و همه چیز از آب میاد. بعد اون ما رفتیم رسیدیم به شرق. در شرق ما لاوتزو رو داشتیم، داو دجینگ رو گفت که هر داوی خودش داوی دیگری رو به وجود میاره و فردی به فضیلت پایه میرسه که در دعا در راه بمونه و افرادی که بیان کاری انجام بدن از دعا خارج میشن و شاید نتایج خوب یا بدی برشون داشته باشه.